سلام، من میثم سلیمانی هستم و اینجا ایران ویو 24. این روزها شاید خیلی از مردم ما این سوال رو مطرح بکنن که آیا مذاکره مستقیم بین ایران و امریکا شکل میگیره یا نه. واقعیت اینه که مذاکرات غیر مستقیم یا مذاکره در تریبون‌های عمومی بین ایران و امریکا در جریانه. در سازمان ملل، در مصاحبه‌های مختلف و در تریبون‌های سخنرانی پیام‌های مختلفی رو دو طرف به هم دیگه ارسال می‌کنن. ولی واقعیت اینه که هنوز مذاکره جدی بین دو طرف شکل نگرفته. فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل امریکا، مهمان این برنامه من در ایران ویو 24 تا به این سوال پاسخ بده که آیا مذاکره میتونه راه حلی برای برون رفت از بحران بین ایران و امریکا باشه یا نه. با من همراه باشید. شما همه اطلاعات برنامه هسته‌ای یا کجا خورده، کجا نخورده، اورانیوم کجا هست، کجا نیست، اینا رو به ما بدید. چرا؟ چون دارن طراحی میکنن برای حمله بعدی. ایران استفاده کرده از موضوع فلسطین که هم به نفع فلسطین بوده، چرا؟ چون ما بهشون کمک کردیم. هم به نفع ایران بوده. چرا به نفع ایران بوده؟ چون یک محور مقاومتی شکل گرفته. زمانی که محور مقاومت سر پا بود به ما حمله نمیشد. آقای دکتر ایزدی خیلی خوش اومدید به برنامه ما. ممنون از که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سلامت باشید. من به عنوان سوال اول می‌خواستم ازتون بپرسم. من یه خاطره از شما دارم در یک گفتگویی که چند سال پیش با هم داشتیم. یه جمله‌ای داشتید، گفتید که ما باید مذاکره کنیم ولی باید مثل آدم مذاکره بکنیم. این مثل آدم مذاکره کردن دقیقاً چجوری؟ آیا ما تونستیم در این سال‌ها این اتفاق رو رقم بزنیم؟ چه مدل مذاکره‌ای که ما بتونیم اینو منجر به نتیجه بکنیم؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث مذاکره، بحث شیرین مذاکره سال‌هاست. بعد سال 97 این موضوع رو با هم دیگه صحبت کردیم. بله. مذاکره اصولاً یک ابزاری هستش در سیاست خارجی کشورها. بعض وقتا باید استفاده بشه، بعض وقتا از ابزارهای دیگه باید استفاده بشه. زمانی که این ابزار میشه ارزش، یعنی خودش میشه یک تقدسی پیدا میکنه، یک ویژگی پیدا میکنه که قابل احترام میشه، از حالت ابزار خارج میشه، این معمولاً برای کشور مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ چون طرف مقابل میفهمه این حس رو نسبت به ابزار که به جای اینکه ابزار شده باشه ارزش شده و بعد سوء استفاده میکنه. این نکته‌ای بود که ما همین تو ماهای گذشته هم تجربه کردیم. آقای ترامپ زمانی که در دوره اول از برجام خارج شد به اون سبک با ایران برخورد کرد که خاطرتون هست. زمانی که در دوره دوم آمد یه دفعه شروع کرد از مذاکره و که ما مذاکره کنیم و به نتیجه میرسیم و مردم ایران خیلی مثلا تمدن قوی دارن، ایران وضعش خیلی خوب میشه و اینا. این سوال باید در کشور ایجاد میشد که مگه این همون ترامپ نیست؟ مگه همون نبود که از برجام خارج شد؟ الان داستان چیه؟ چرا دوباره بحث مذاکره مطرحه؟ من پیشنهاد میکنم این گزارش هفته پیش واشنگتن پست رو شما تو سایت اینا حتما کار کردید. عملیات فریب بوده دست من عملیات فریب بوده. یعنی متوجه شدن که زمانی که کلمه مذاکره استفاده میشه عده‌ای حالت قش پیدا میکنن، ضعف پیدا میکنن، شعف پیدا میکنن، حالت در نظرت ما با مذاکره میتونیم با امریکا به نتیجه برسیم؟ نه، یعنی راهکاری که الان پیش روی ما هستش با امریکا الان چیه دقیقاً؟ راهکار این هستش که مطمئن بشیم دوباره به ما حمله نکنه. این اطمینان چجوری به دست میاد؟ در قالب مذاکره به دست نمیاد. ما وسط مذاکرات بودیم به ما حمله کرد. اطمینان چجوری به دست میاد؟ 4 تا کار ما باید انجام بدیم. یکی در حوزه قدرت سخت، این موشک‌ها بودن که کشور رو نجات دادن. مذاکره نبود. مذاکره برای توقف حمله نشد. موشک رفت خورد، برای اسرائیل هزینه ایجاد کرد، اندازه کافی هزینه بالا بود که اسرائیلی‌ها درخواست آتش بس دادن. پس الان من شنیدم خبر خوبی هستش که وضعیت موشکی کشور برگشته به همون حالتی که 6 ماه پیش بود. شاید یه ذره بهترم شده. شاید یه مقدار بهترم شده. چون موشک‌هایی که استفاده شده و قدیمی‌تر بودن، الان موشک‌های نو جدید با فناوری بروزرسانی شد. این کار اول تو حوزه سخت. 2 افکار عمومی داخل کشور اهمیت داره، چون هدف طرف مقابل تجزیه ایرانه. یه مشکلی برای تجزیه ایران هست و اون
نوع حکومت ایرانی که اجازه نمیده. از این جهت حکومت باید عوض بشه و اگر بتونن با استفاده از فشارهای اقتصادی افکار عمومی رو به سمتی ببرن که مردم خسته بشن از فشار اقتصادی، این روش تغییر حکومت. این نگاه رژیم چنج شما الان توی امریکا می‌بینید؟ تو بله. دولت یعنی تو دولت‌های ترامپ؟ بله بوده، همیشه بوده، الان بوده، قبلا بوده. رژیم صهیونیستی همین حالت رو داشته و پس افکار عمومی داخل کشور اهمیت پیدا میکنه، انسجام داخلی اهمیت پیدا میکنه. ارزیابی شما الان از افکار عمومی چیه؟ آیا افکار عمومی تونستیم ما این افکار عمومی رو یه جوری شکل بدیم که کماکان اجازه اون رژیم چنجه یا آسیب زدن از این مسیر ما نداشته باشیم؟ والا ما خیلی موفق نبودیم، ولی ترامپ کمک کرده با حمله که کرده، با اینکه صدمه زده، ما بیش از 1000 شهید غیر نظامی داشتیم، ولی ما دانشگاه تهران هستیم دیگه، این جوانهایی که خدمتشون هستیم خیلی هاشون خیلی تعجب کردن که به ایران به این سبک حمله شد و متوجه شدن چرا پدرانشون، پدر بزرگاشون، مادر بزرگاشون انقلاب کردن علیه حکومت کودتای آمریکایی، شاه حکومت کودتای آمریکا. متوجه شدن. آمریکا رو یه دوره آمریکا شناسی گذروندن، ما مطالعات آمریکا درس میدیم. اگر 10 ساعت هم مثلا برای اینا کلاس مطالعات آمریکا میذاشتیم، صحنه واقعی دیدن. آفرین، این پنجره رو باز کرد، دید چه اتفاقی افتاده، این تاثیر گذاشت. پس افکار عمومی داخل نکته دوم. آیا از اون بستری که شکل گرفت تونستیم استفاده بکنیم؟ به نظر میرسید اون اوایلش بله اون نگاهی که شما میفرمایید کاملا نگاه امریکا هست و الان به نظرتون این ضعیف شدنه دوباره باعث نمیشه که از همین مسیر ما آسیب بخوریم؟ چرا؟ برای همین باید حفظ بشه. نباید با گذشت زمان ما فراموش کنیم چه اتفاقی برای ما افتاده. این طرف مقابل توانمنده در حوزه رسانه. اولین دانشگاهی که دکترای ارتباطات دادن دانشگاه ایلینوی بود توی آمریکا. یه علمی هست، تاثیرگذاری، پرسوژن میگن، اقناع میگن. یه علمی هستش، اینا خودشون تأسیس کردن، خودشون دکترا میدن، خودش بلد هستن، استفاده میکنن. رسانه هم از اونها پول میگیرن. از این علم استفاده میکنن. این داره دوچار چالش میشه، باید مواظب باشیم. نکته سوم افکار عمومی داخل آمریکاست. ما میخوایم دوباره جنگ نشه. چیکار باید بکنیم؟ یه ذره تاریخ آمریکا مطالعه کنیم. در طول تاریخ آمریکا هیچ جنگی نبوده که آمریکا حمله بکنه مگر اینکه ابتدا افکار عمومی رو هماهنگ کرده باشه. اگر هماهنگ نباشه جنگ شروع نمیشه. آیا ما توان تاثیرگذاری در افکار عمومی امریکا رو داریم؟ بله باید داریم. چقدر استفاده میکنیم اینم مثل همون خب آیا داریم ولی تا حالا استفاده کردیم؟ خیلی کم دیگه، خیلی کم. و ظرفیت الان بالا رفته. الان ما دیدیم در نیویورک فردی که پرچم فلسطین رو بالا کرده شهردار نیویورک شده. خودش خیلی نمیشناسیم ولی نسبت به این مسئله که ایشون شعار حمایت از فلسطین داده، بعد مردم با اینکه میدونستن این از فلسطین حمایت میکنه، اتفاقا خیلی به خاطر حمایتش از فلسطین بهش رأی دادن. یا مثلا نقد سرمایه سالاری داره. این حالت ها اینجوری حرفای ما بوده دیگه، ما مخالف سیستم. فکر می‌کنم ما تاثیر گذاشتیم رو تفکر غیر مستقیم. بله، به این معنی که اگر ایران نبود پرونده فلسطین سالها پیش بسته شده بود. از این جهت این تحولی که در افکار عمومی داخل آمریکا، اینم نظرسنجی ها، حرف ما نیست. یعنی از پرونده فلسطین یعنی با جمهوری اسلامی یعنی تونسته به این نحو ادامه پیدا بکنه. اگه جمهوری اسلامی نبود پرونده فلسطین سالها پیش بسته بودن. این کمک‌های ایران بود به مردمی که تحت اشغال هستن. مردمی که تحت اشغال هستن بر اساس قوانین بین‌الملل حق استفاده از اسلحه دارن برای رفع اشغال. ایران هم کمک کرده. بله، اگه ایران نبود اینها به جایی نمی‌رسید. پرونده بسته میشد، هم پرونده اونها بسته میشد، هم پرونده خود ما بسته میشد، چون یعنی محور مقاومت خودمون رو گره زده بودیم به این ماجرا. نه، گره نزدیم. ما یه سری اهدافی در حوزه سیاست خارجی داریم. خب اگه ما میگیم اون پرونده بسته میشد، پرونده خود ما هم بسته میشد، یعنی یه جور گره زدن منافع دیگه. یعنی اینکه ایران استفاده کرده از موضوع فلسطین که هم به نفع فلسطین بوده، چون ما بهشون کمک کردیم، هم به نفع ایران بوده. چرا به نفع ایران بوده؟ چون یک محور مقاومتی شکل گرفته. زمانی که محور مقاومت سر پا بود به ما حمله نمیشد. کی به ما حمله شد؟ زمانی که محور مقاومت ضربه خورد، دچار چالش شد، بعد احساس کردن ایران ضعیف شده، به خود ما حمله کردن. این سیاست حمایت از محور مقاومت سیاست درستی بود. پس 3 بحث افکار عمومی داخل کشور، داخل آمریکاست. 4 دولت آمریکا به قوانین بین‌الملل هیچ تعهدی نداره، هیچ
دغدغه‌ای نداره، گوش نمیکنه. من فکر میکنم آدمایی که الان در کاخ سفید هستن اینا قوانین بین‌الملل رو نقض میکنن، یه ذره خوششون هم میاد، ضمن اینکه بی توجه هستن اصلا لذت هم میبرن. منتها آمریکا در نهایت کشور قانونه، از این جهت که قوانین داخلی خودشون رو رعایت میکنن. شما الان ببینید در ونزوئلا پریروز فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در دریای کاریب عوض شد. چرا؟ چون خلاف قوانین خودشون عمل کرده بود. یعنی تو اون زمانی که این اتفاق افتاد 87 نفر در این قایق‌هایی که هدف قرار میدادن کشته شده بودن. از این 87 نفر 2 نفر زخمی شده بودن، دوباره شلیک شده، بعد از شلیک دوم کشته شدن. این خلاف قوانین ارتش آمریکاست. اونجا فرمانده رو عوض کردن. ما می‌خوایم جنگ نشه دیگه. ما گفتیم 4 کار کشور باید انجام میشه دوباره به ما حمله نشه. 1 در حوزه سخت، 2 افکار عمومی داخلی، 3 افکار عمومی داخل آمریکا، 4 استفاده از این ظرفیت داخلی در آمریکا در بحث‌های حقوقی. این چگونگی این اتفاق، ما که نه ارتباطی داریم، نه لابی داریم، نه چیز مشخصی در این زمینه داریم، چجوری میتونیم از این گزینه 4 استفاده بکنیم؟ اگه من توضیح بدم ساختار حکمرانی در آمریکا رو شما متوجه میشید. در کاخ سفید ما یک معاونت حقوقی داریم. بله. در پنتاگون هم معاونت حقوقی داریم. زمانی که رئیس جمهور میخواد به جایی حمله بکنه 2 جا باید تیک بزنن. حالا شما یه زمانی توی از خبرگزاری‌های داخلی بودید، این رئیس خبرگزاری‌های دولتی ما چه کار میکنن؟ اخیراً آزاد شدید از این داستان‌ها، قبلا بودید. زمانی که فلان کار رو میخواد طرف انجام بده، تو بعضی از موارد نیاز به تیک حراست داره. این حراست باید تایید بکنه. نهادهای دولتی همه جا، آمریکا، ایران اینجوری هستش. برای حمله 2 تا تیک میخواد. یه تیک نهاد اطلاعاتی هست، یعنی رئیس جمهور، سبک حکمرانیه، سبک بدی هم نیست اتفاقا. زمانی که میخواد در فکر حمله به ایرانه، در فکر حمله به ونزوئلا است. آمریکا هم میبرن زیاد حمله میکنن. یک برآوردی از نهاد اطلاعاتی میگیرن، میگن کاست بنفیت انالیسیس، تحلیل سود و زیان. میخوام ببینن که چقدر هزینه داره این حمله، چقدر سود داره. این رو رئیس جمهور میخواد، به رئیس جمهور میدن. اگر هزینه بالا باشه، در آمریکای قانونی داریم دهه 70 War Powers Act، قانون اختیارات جنگ. اگر هزینه بالا باشه بر اساس اون قانون رئیس جمهور باید بره مجوز کنگره بگیره که این کار رو کردن، نسبت به افغانستان کردن، عراق کردن، جاهای دیگه حالا طولانی داستانش. معمولا قوه مجریه خیلی خوشش نمیاد که مثلا یه تاییدیه باید از ما از این فضا چی میتونیم استفاده کنیم دیگه. ما میخوایم به ما حمله نشه. اگر برآورد نهاد اطلاعاتی این باشه که حمله دوم به ایران هزینه‌اش برای آمریکا بالاست، این برآورد اطلاعاتی زمانی که به دست رئیس جمهور رسید، نهاد حقوقی چیکار میکنه؟ کارشه، وظیفش انجام میده. میگه که رئیس جمهور باید بره مجوز کنگره بگیره. الان مجوز کنگره برای حمله به ایران اگر برآورد نهاد اطلاعاتی این باشه که هزینه بالاست، محقق نمیشه. یعنی شما میگی ما باید گزینه 1 رو انقدر قوی بکنیم که گزینه 4 فعال بشه؟ گزینه 1 آفرین باید در سطحی باشه که گزینه 4 نهاد با شعارم نمیشه ها. از این شعار ما قبل از جنگ 12 روزه هم دادیم، خیلی تاثیر چون به نظر میرسه قبل از جنگ 12 روزه حداقل ما برآوردی از حمله نداشتیم. بله. و هیچ میشه پیش بینی نشده بود. حالا ببینید هم بله هم خیر. بله خیر. چرا خیر؟ خیرش راحت تره. برای اینکه شما خاطرتون هست فرماندهان نظامی ما میرفتن از شهرک‌های موشکی سان میدیدن، رزمایش انجام میدادن. بحث احتمال حمله بود در کشور، یعنی یک آمادگی وجود داشت. اون جایی کشور دچار چالش شد که خیلی ها متوجه نشدن وسط مذاکرات به اون سبکش متفاوت بود دیگه. اولین بار بود، حداقل برای ایران اولین بار بود. این بله اینجا به نظرم تحلیل میتونست بهتر باشه. متعرض من این هستش که اتفاقی که باید بیفته یه سری ظرفیت، یعنی سیستم آمریکا خودش رو باید متوقف کنه. ما به قول شما لابی نداریم، ما امکاناتی که شاید خیلی کشور دیگه داشته باشن نداریم. چه کار ما باید بکنیم؟ ما باید
به سمتی بریم که اگر برآورد بنده این هستش که اگر آمریکایی‌ها به این نتیجه برسن که حمله بعدی به ایران 400 500 نظامی کشته میشن، نظامی آمریکایی‌ها، اینجا هزینه اسرائیل هزینه آمریکا باید تفکیک بشه. با هزینه آمریکا با هزینه اسرائیل آمریکایی‌ها خیلی لزوما کار ندارن، برای هزینه خودشون کار دارن. اگر به این نتیجه برسن که 400 500 نظامی کشته میشه، حمله دوم نخواهد. من یه پیش بینی بخوام از شما داشته باشم، ما الان احتمالاً آقای نتانیاهو میره واشنگتن و مذاکراتی با دونالد ترامپ خواهد داشت و خیلی از برآوردام اینه که ایشون میخواد بره دوباره چراغ سبز جنگ دوباره رو با ایران بگیره. به نظر شما امریکا در حال حاضر با همه برآوردهایی که الان نهادهای اطلاعاتی و شناختی که شما از امریکا دارین، به نظرتون اون چراغ سبز رو میتونه بگیره یا نه؟ بله میتونه بگیره. چرا میتونه بگیره؟ چون اون نکته چهارمی که عرض کردم، برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا باید اصلاح بشن، هنوز اصلاح نشد به نظر بنده. یعنی نهاد اطلاعاتی اینا در اون سیستمی ها منتشر نمیکنه. نهاد اطلاعاتی نهاد اطلاعاتی آمریکا باید بگه که 400 500 کشته میده. چجوری باید این اتفاق بیفته؟ اینجوری باید به ذهنش برسه که دفعه قبل تصمیم کشور این نبود که برخورد جدی با آمریکا داشته باشه. برخورد هزینه بالا، هزینه‌ای که ما برای آمریکا ایجاد کردیم خیلی بالا نبود. یعنی رزمایشایی که الان داریم انجام میدیم نشون میده که رزمایش می‌خواست خیلی مثمر ثمر باشه، قبلا از این رزمایش زیاد داشتیم. یعنی این چیزی که اخیراً اتفاق افتاد اون برآورد 4 رو اصلاح نمی‌کنه. این برآورد واقعا باید به این برآورد برسن که فرماندهان جدیدی که آمدن با اینکه اهل جهاد و شهادت هستن ولی قرار نیست شهید بشن. یعنی به نوعی این بار میزنن، برخورد میکنن. هزینه‌ای برای آمریکا این بار، چرا بدون فرماندهان شهیدشون میخوام بگم، یکی در کنار 100 کار دیگری که میخوان انجام بدن. از این جهت این با شعار نمیشه. این باید نهاد اطلاعاتی آمریکا واقعا به این نتیجه برسه که این بار اگر به ایران حمله بکنه هزینه برای آمریکا بالاست. اگر به این نتیجه رسید، هنوز هم همچین نتیجه وجود به نظر من نرسید. اگر به این نتیجه رسید، چراغ سبز به قول شما به نتانیاهو داده نمیشه. اگر به نتیجه رسید که این بار هم هزینه برای آمریکا بالا نخواهد بود، چرا چراغ سبز میده؟ من اینجوری فکر میکنم که اصولا پرونده رو به نتانیاهو تحویل دادن. این چراغ سبز رو، اینی که اسرائیل هنوز حمله نکرده به خاطر محاسبات خودشه، نه به خاطر اینکه چراغ سبز داره یا نداره. منتها با آمریکا باید همراه باشه، چون اسرائیل بدون آمریکا از نظر لوجستیکی اصلا نمیتونه به ایران حمله کنه. ما در حدوداً 4 سناریویی که شما فرمودید، ما سناریو نیست، 4 کاری که بعد انجام میگم، سناریویی که بعد انجام بشود. شما میشه گفت ما فقط گزینه اول تا حد زیادی پیش بردیم. آره. 3 مورد بعدی رو عملا مورد دوم داریم تلاش‌های مذبوحانه انجام میدیم. مورد سوم خیلی ضعیف هم داره میشه. مورد سوم تعطیل خیلی اتفاق مورد چهارم هم امید داریم. هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. پس ما اگه بخوایم یه نتیجه بگیریم، آیا ما میتونیم الان بگیم خب راهی که الان پیش رومون هست، یکی از گزینه‌هایی که الان موجوده همون مذاکره است، یا بخوام بشینیم آقا بگن نه نمیخوام نتیجه گیری، مرد بود زن، نتیجه گیری شما نیست این صحبت. من میخوام ببینم که آیا با توجه به اتفاقاتی که افتاده است، آیا مذاکره میتواند ما را از این شرایط خارج بکنه؟ چون ما الان تو سناریو هیچکدوم موفق نبودیم. آیا ما مذاکره میتواند حل بکند کار ما رو یا نه؟ شما امید داشته باشید که دوباره گول مذاکرات رو نخوریم. همینقدر دعا میکنیم. پس ما راهی برای برون رفته الان پس وجود نداره. چرا؟ 4 تا راه بود دیگه. آره ولی خب هیچ کدومش که انجام ندادیم. نه دیگه، اولی رو انجام دادیم، 2 3 و 4 ان شاء الله انجام میشه. فکر می‌کنم تو چه بازی اگه مثلا دوباره حمله بشه خب چه فایده‌ای داره؟ والا مسئولین کشور باید، یعنی اونایی که کار نظامی دارن انجام میدن، دارن کار خودشون انجام میدن. نهاد اطلاعاتی ما به نظرم درس‌های خوبی گرفتن. نهادهای سیاسی ما انشالله بروز بشن. نهاد سیاسی ما در چالش داره. و اینکه به نظرتون ممکنه مذاکره دو جانبه شکل بگیره یا خیر؟ چون ما دیشب هم حداقل زمانی که ما داریم ضبط می‌کنیم برنامه، دیشب میشه گفت یک بحثی بین میشه گفت نماینده ایران و امریکا در شورای امنیت شکل گرفت و خیلی تاکید نماینده امریکا که ما درخواست مذاکره دو جانبه داریم با پیش شرط‌های خاص خودش. آیا اصلا امکان اینو داریم و شرطی داریم وارد این فضا بشیم؟ من اینکه جوک داره میگه. این چیزی که آمریکا به ما میگن این هستش که قبل از اینکه مذاکره اصولا شروع بشه،
شما همه اطلاعات برنامه هسته‌ای یا کجا خورده کجا نخورده، اورانیوم کجا هست کجا نیست، اینا رو به ما بدید. چرا؟ چون دارن طراحی میکنن برای حمله بعدی. اگر شما بدونید کجا رو میزنید تسریع میکنه حمله بعدی رو. اگر ندونید باید منتظر وایسید یه جایی شاید ایرانی‌ها رو سرشون گول بزنید خودشون بهتون بدن. یعنی برنامه شما تمام میشه، من میدونم کجا میخوام برم میرم، ولی اگر ندونم کجا میخوام برم باید اینجا وایسم چای بخورم تا اینکه متوجه بشم کجا میخوام برم. پس درخواست اولشون قبل از مذاکره، پیش شرطشون این است که شما همه اطلاعات با ما بدید، اطلاعات ما تکمیل بشه. چون داخل آمریکا نهادهای اطلاعاتی غربی اینا اختلاف پیدا کردن کجا چقدر خورده. اونجا نیاز به اطلاعات بروز دارن. از طریق ماهواره و جاسوس اینا در نهایت 100% حاصل نمیشه اون اطلاعاتی که نیاز دارن. خود ایرانی باید بده بهشون اطلاعات باقی رو. اطلاعات شما بدی باید بیاد راستی آزمایی بکنه دیگه. یعنی اطلاعات دادن اینه که ما بیایم ببینیم شما درست گفتید یعنی. این درخواست اولشونه. درخواست دوم این هستش که شما برید زل MTCR، مثل تکنولوژی کنترل رژیم کنترل تسلیحات موشکی که اگر کشوری زل اون باشه موشکش 300 کیلومتر بیشتر نباید برد داشته باشه. یعنی میگن که به ما بگید ما کجا رو بزنیم، بعد شما هم خواستید پاسخ بدید به جایی که موشکتون به تل آویو و حیفا بخوره بیفته همین مثلا هولوش عراق. و این نکته که پذیرفته نیست، این مذاکره نیست اسمش. پس الان عملا خب همکاری ما با آژانس هم معنی پیدا نمی‌کنه در این شرایط. شما ببینید آژانس چه کار باید میکرد بر اساس قوانین خودش، زمانی که به یک سایتی که ذیل بازرسی آژانسه، ما بازرسی آژانس تهران بودن، نطنز بودن، اصفهان بودن که حمله شد. اینا بعد که حمله شد خودشون رفتن گفتن اینجا خطرناک. بر اساس قوانین خودش باید درخواست جلسه اضطراری شورای امنیت میداد. داد؟ نه. ما دادیم، خودمون دادیم. باید محکوم میکرد. الان 6 ماه گذشته محکوم نکرد. حرفی که ایران قاعدتاً با آژانس باید بزنه این است هر زمانی که شما حمله قبلی رو محکوم کردید، هر زمانی که شما این نشر اطلاعاتی رو متوقف کردید. یه برنامه‌ای بودم شبکه المیادین، حالا ما که حرف جدی نزدیم ولی یکی از مهمانایی که اومده بود مصری بود، دکترای عرض کنم هسته‌ای ایشون داره، فیزیک هسته‌ای داره، 25 سال بازرس آژانس بوده. زمان البرادعی این اسمش دکتر ابو شادی. 5 سالشون مسئول بخش بازرسی آژانس بوده. ایشون تو اون برنامه گفت، تو فضای مجازی من گذاشتم، ایشون میگه 90% از مشاورین آژانس جاسوس نهادهای سازمان‌های اطلاعاتی غربی هستن. او که 30 سال تو آژانس بوده به این نتیجه رسید که 90%شون احتمالاً 100% هن، 10% گذاشته که حالا یکی از این رفقاش مثلا گفت شما چرا با ما اتهام زدید، بگه نه شما تو اون 10% احتمالاً 100%. خب این زمانی که این خلاف قوانین بین‌المللی، این نهاد سازمان ملل نباید که جاسوس خونه باشه. آژانس چیکار باید بکنه؟ باید یک گزارشی تهیه بکنه، این گزارش رو در اختیار ایران بذاره که چه کار کرده برای اینکه نشر اطلاعاتی رو متوقف کنه. شما دیدید آیه اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفتن اولین جایی که هدف قرار گرفت تو این حمله اسرائیل یه اتاقی بود که اطلاعات شما چند وقت قبلش به آژانس داده بود، هیچ کس دیگه نمیدونست. اسرائیل کجا میدونست اونجا رو باید بزنه؟ از آژانس. و این نکته که الان وجود داره ما الان به نظر میرسه با توجه به شرایطی که الان میفرمایید در یک موقعیت بلا تکلیفی وجود داریم. نه ببین بلا تکلیف نیستیم. نهادهای نظامی که ما دارن کارشون انجام میدن دیگه. فقط موضوع نهاد نظامی نیست. ما حتی اون نهاد نظامی هم باز میگیم اون اثرگذاریه که باید اون سناریوی 4 رو فعال بکنه و گزینه 4 رو فعال نکرده. پس یعنی اون کار مونده داریم. یعنی اون بخش هم هنوز نتونسته کار موفقیت آمیزی که بتونه تاثیرگذار باشه انجام بده. کار زمین مونده زیاد داریم، کار انجام شده هم کم انجام نشده. کشور دیگه توانمندیش در همین حد دیگه. امیدی که وجود داره این هستش که اون 4 کار انجام بشه که مطمئن بشیم دوباره به ما حمله نشه. خب اگه ما قبل از اینکه اون 4 کار انجام بشه دوباره به ما حمله بشه اون موقع میشه مثل دفعه قبل دیگه کارمون مقدارش مونده بود، ممکن اون موقع هزینه ها بیشتر نمیشه. قطعا همینطور. و آیا ما باید منتظر یک جنگ دیگری باشیم به نظرتون؟ ببینید دفعه قبل اینها هدفشون سرنگون حکومت بود دیگه. شما همه جای دنیا میدونن که تلویزیون کشور نباید زد. هیچ کسی هم نه اسرائیلی هم ادعا نکردن که زیر ساختمون شیشه صدا و سیما مثلا مواد هسته‌ای هست. حتی اونها هم همچین ادعایی نکردن.
خب برای چی در زندان اوین رو زدن؟ برای چی صدا و سیما رو زدن؟ برای چی اصلا بحث هسته‌ای ربطی نداره؟ زندان اوین چه ربطی داره به موضوع هسته‌ای کشور؟ اینا دنبال تغییر حکومت بودن. شد؟ نه، برعکس شد دیگه. یعنی هم اجماع حداقل ابتدای بعد از. خب اگر هدف شما این باشه که حکومت رو عوض بکنی، این بار که حمله میکنی به شما با بمباران حکومت کشوری عوض نمیشه. در طول تاریخ ما نداریم جایی شما آمده باشید بمباران کرده باشید حکومتش عوض بشه. نیروی داخلی نیاز هست که بره این کار انجام بده. نیروی داخلی که باید این کار انجام میداد به جای اینکه بره حکومت عوض کنه، رفت شمال شروع کرد جوجه کباب زدن. ولی همه جوری نبودن. موقع به قول شما یه اجماعی شکل گرفت که در برابر دشمن خارجی به هم مقاومت صورت بگیره. به هر حال آیا این اجماع رو ما میتونیم در یک جنگ دیگه دوباره ببینیم و هی تکرار بشه و هی دوباره ببینیم و اون موقع فقط حاکمیت بشه نگاه بکنه که مردم هی اجماع بکنن تا این سرنگونی اتفاق نیفته؟ اولا حاکمیت نباید بشینه، نباید فقط نگاه بکنه، باید بلندش کار بکنه. خب اون که هیچ، اون که مشخصه. الان مردم این تاثیر کار کردن رو نمیبینن دیگه. شما عرض میکنم تو حوزه نظامی داره کار میشه، کارم کم نبوده. تو حوزه اطلاعاتی هم به نظرم داره کار میشه، کارم کم نبوده. تو حوزه سیاسی هم دیگه باید درس بگیرن افرادی که گفتن ما اهل دعوا نیستیم. دعوا میخوای بکنی؟ نه. دعوا داری؟ نداریم. این آیا منجر شد که با ما حمله نشه؟ نه، نشد. از این حرفا ما زدیم، جنگ هم شد، دعوا هم شد، حمله هم شد، شهید هم دادیم. این تفکر باید اصلاح بشه. اصلاح شده؟ نه. کی باید اصلاح بشه؟ نمیدونم. من به عنوان سوال آخر، اگر می‌خواستید یه پیشنهاد حاکمیتی یا می‌خواستیم به وزارت خارجه یه راهبرد پیشنهاد بدید در شرایط فعلی چی بود؟ وزارت خارجه تو مورد 2 و 3 و 4 میتونه کار بکنه. تو مورد 2 میتونه کار کنه. وزیر خارجه به حال مردم گوش میکنن، حرف شنوی داره، تو افکار عمومی داخلی میتونه تاثیرگذار بشه. تو مورد 2 داریم ما سازمان فرهنگ و ارتباطات، جایی اینا که تعطیلن تقریبا، مثلا تو حوزه آمریکا تعطیل. وزارت خارجه به هر حال خارج از کشور تابلویی که میبینن، خب ارتباطی که با امریکا نداره که بخواد تأثیری بذاره در همون محدوده سازمان. افکار عمومی چرا میتونه طراحی کنه؟ تاثیر نداشته. میتونه طراحی کنه، میتونه پروژه طراحی کنه. خب پروژه بلند مدته، ولی الان ما نیاز ما یه نسخه شما 6 ماه شروع می‌کردید، شروع می‌کردید، الان جلوتر بودید. امروز شروع نکنید فردا عقب‌تر است. باید یه وقتی شروع بشه دیگه، کارهای جدی‌تر باید شروع بشه. پس قرار نتیجه این چی بشه؟ ما به هر حال تحت فشار تحریم هستیم، تحت فشار. نتیجه باید این باشه که برآورد اطلاعات تو مورد 4، برآورد اطلاعاتی نهاد اطلاعاتی آمریکا این هستش که این بار هزینه بالاست برای آمریکا. این برآورد اگر اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی 1 و 2 و 3 باید لحاظ شده باشه. این اتفاق اگر بیفته حمله نمیشه، چون اسرائیل به تنهایی حمله نشه. آیا میتونه بحران رو فروکش بکنه، تحریم‌های شورای امنیت رو برداره، بتونه یه راه حل بلند مدتی برسیم؟ شورای امنیت نداریم ما الان. یه چیزی داشتیم به اسم اسنپ. بله. اروپایی‌ها ادعا کردن فعال شده، نشده. هم در داخل شورای امنیت اختلاف بود، هم وجود داره و الان ما تحریمایی که بخوایم دنیا بیانیه دادن که این فعال ولی به هر حال ما الان تحت فشار تحریم هستیم. آیا این راهکار تحریم آمریکا به هر حال الان چین داره تا حدی داره اعمال میکنه، این موضوع به هر حال فشارهای خاصی هست. چین اعمال میکرد که به هر حال انشالله که هیچ مشکل در ادامه نمیخوره، ولی میخوام ببینم آیا تهش ما منجر به نتیجه مطلوبی میشود یا نه. ببینید این بستگی به خود ما داره دیگه. یعنی اگر کارهایی رو که کشور باید انجام بده اگه انجام بده شما نتیجه میگیرید. الان شما نشستید، برادرمون پشت دوربینه، خواهرمون پشت دوربینه. خب شما الان جلسه تمام شد، اگه اینو بگیرید ادیت کنید بذارید رو سایت نتیجه میگیرید. اگر اینکه تمام شد، من یه بار با یکی از خبرگزاری همکار شما صحبت کردم، نیم ساعت با خبرنگار صحبت کردم، قطع تمام شد. بعد یه 5 دقیقه بعدشون زنگ زد، گفتش من یادم رفته بود ضبطم رو روشن کردم. شما میتونی دوباره نیم ساعت بگید. خب نمیشه دیگه. بله دوباره نگفتیم ما برش. آیا دکتر ایزدی کار کشور داره، این کارا رو باید اگه انجام بده میشه. به قول شما هم باید مثل آدم بریم آدم باشه، یعنی حواسش جمع باشه. این از بچگی تو کارتونه دست شما درد نکنه. آقای ایزدی عزیز متشکرم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. ارادتمندم. مخلصیم. سلامت باشید.